رو دیدن میخواستید معلم؟ و شما یک چیز رو باید گویم، چیزیست که نمیدونم بعد شنیدنش چه عکس العملی نشان میده. معلم موسی دخترچه داشته است، میگیره؟ نه نمیگیرم. مرحمت. تشکر. دیگر پای زخم نیست، با آسانی حل کردند. رویپوش کردن پای زخم بستن نیست پینور. تو باید گذشته‌ات رو فراموش کنی. فراموش میکنم، باید فراموش کنم. سوالی داشتید؟ نه من خوش؟ مگر به من گفتنی داشتید شما؟ آره. مرحمت گوش میکنم. تشکری مخصوص گفتنیم. چرا؟ برای همه چیز. زنجش های مکتب، سهمگذاری در تربیت شاگردان. این برای من خرسندی است. من باید به شما تشکر گویم برای خدمت هایی که بعد دزدیدن سنجر. و فکرم این حادثه ها را فراموش کنید بهتر است. میدونید حالا هم شبها میترسم. حس میکنم گویا که باز میآید. او در پس پنجره است. دیگر دربارش فکر نکنید. داروها تاثیرشان را زود رسانیدند. در خیلی خوب محکم شده، از آنجا برآمدن نمیتواند. خواطر نشوید همشیره. این داروها او را تا سحر در خواب نگاه می‌دارند. سحری باشد دکتر باز یک بار دیگر او را از نظر میگذراند. فهمو. خوش آمدی داده جان. خوش باش دخترم. رسمای امروزه گفتم رو میبینه داده. اوف ژیرین، تو از همین دستگاه رسمگیری بیزار نشدی؟ رسمای زیاده گرفتم. انا بینید؟ مانده شدم، بسیار مانده شدم. در گشاده شوی نمایشگاه رفیقم بودم. پگاه سحر بر وقت باید خیزم، جراحی دارم. پگاه بینم میشود وعده میدهم. ای داده همه وقت هم خیلی میگوید. ژیرین مانده شدم. چی کار داری؟ یا در کار هستید یا در دیگر جا هستید، ما رو فراموش کردید. چی خیلی فراموش کردم؟ چی کم بودی داری؟ تو رو یاد کردم آجا جان.
تو را یاد کردم یاسمین. پینور رو یگان کار میکرد شرمنده میشدیم. باز مسئله میراث. بابام حالا هم فکرشو دیگر نکرده است. دیگر نکرده است. فقط میگوید که همه میراث از پینور است. اگر با پینور یگان واقعه روی دهد یا از میراث دست کشد تمامی میراث به مرکز کمک میرود. آدمی عجیب. نبیره خونیش زنده و مال و ملکش رو به صغیر دختر میدهد. اگر تو آدم میشدی از پس زنها نمیدویدی و دل بابایت رو میافتی و حاضر متهم پینور نمیشدی. ای آچه باز همین گپ و سر شد. شرکت ها در قرض غوطیدند. هر روز نفری میآید. خانه گویم از بابا میگویی. اما که جمال دست پینور رو دیدم نشانه عزیز نیست. ایزی دست گلشاه نیست. پینور خواهر من نبوده است. صبر کن، حتما روز خواهرت رو میابی. بسیار امید کرده بودم. آیدی خواهرم. خیالهای زیادی بافته بودم پینور رو چون خواهرم دانستم. خاموش، مرا گوش کن. ای بدینم زد. برای معلومات آیدی پینور نفری رو سپارش دادم. یک برادر و یک دادر دارد. چی؟ ها. کالا رو کار فرما. با خبر باش. اگر برادرش پیدا شود میراث نصیب بیگانگان میگردد. آقا حادثه رو شنیده به هواپیما آمدم. خوب هستی؟ خوب هستم آقا جان. آیسته آیسته به خود می‌آیم. خوش آمدی دختر جان. برادرت برایت هدیه آورد. کنی کجاست؟ بازم هیچ چیز نآورده است. تو رو سرزنش کردم. جنگش نکنید. فراموش کرده است. هیچ گپ نه آقا جان. تشکر به تو. مرا ببخشم شهری، مجبورم اینجا قانونهای خود را دارد. یک میبینم میگویی بس است. سلاح برای چی؟ با سلاح شوخی نمیکنم. شد؟ توزه بیمار خواب است. از پنجره ببینو. نابود شو تو را بینند. مرا محو میکنند. همه این برای تو است. برای تو یاسمین. در کتابی قید شده است که طلبه ها را نه تنها در درس بلکه بیرون از آن نیز در مرکزهای مخصوص باید ثبت نام کرد. معلم درست قید شده است.
اما چگونه مرکزها رو در نظر دارند؟ مثال به مانند همین مسابقه آید تیار کردن سینما میان طلبه ها به جرین میدهم. از باب نوار برداریش رو از دستش دور نمیکند. کی میدوند شاید در آینده فیلم بردار شود. بسیار خوب فکر کردید. با اجازه شما. برق کنی تلفنت رو به من ده. چخری تلفن؟ بده گفتم. آخر معلم بده برق. چرا رسمای معلم ملک رو میگیری؟ شغلی دوست داشتم. معلم 1 دقیقه معلمم. همه رسم‌ها رو تازه کردم، لیکن به معلم ملک چیزی نمیگویم. دیگر این کارت رو دوباره تکرار نکن. حاضر به صنفت برو. شما مثل قمری های جفت شینیدو ما با دو رسمی گرفتم بد شدیم. معلم جان حالا میبینه میدونم شما را چقدر شرمنده کنم. باز کجا رو به نوار گیرم؟ انا پرنده ها رو گیر، پرنده ها رو. وای کی بود رفت؟ گرفتی به نوار گرفتی. سلام بچه ها. سلام. این رو برای تو آوردم جرین. بین مکتب بچگان انقره مسابقه سینماگران جوان برگزار می‌گردد. شاید خواهش اشتراک کردن داری؟ نه معلم، من کجا و فیلم برداری کجا؟ چرا نه؟ تو رو دائما با نوارگیرکت میبینم. از این میباید که دوست میداری. نباشد چرا مسابقه تشکیل میکنن؟ این مسابقه ها برای جلبمند کردن شما بر این جوان ها. فرض کردم که اشتراک کردم. چرا با نوار میگیرم؟ سناریو نیست، هنرمند. هنرمند پیدا می شود. همه شبخ هنرمندی دارند. سناریو را انا مرد می نویسد. آخر معلم راضی شب مرد. وظیفه برای هر سه شما یک فیلم خردی تهیه میکنید که درباره مکتب و حیات شما باشد. فهم ماست خانم تهیه‌گر؟ در صنف یک تهیه‌گر نمیرسید، اون هم پیدا شد. چرا؟ ممکن تهیه‌گر برای کارمون مفید گردد. مبارک شما. تا حال پرسش ها میگذرونم. نوشته های شما رو نخوندم. ایام کودکی من شاید به شما تأثیراتی نبخشد. من ایام کودکیم رو هر جا یاد دارم. باقی مانده رو نیز فراموش کن. با توی باید تیاری دید. زود باش پینار. نخواد نباشد وقت شما رو نگیرم. برای کار. پینار گذشتت رو دیگر به خاطر نآور. تو رو غمگین میکند. مصلحت کرده بودیم که به خاطر آینده باید زیست. حادثه های هفته آخر مرا مونده کردوزن. دنیای من تماما دیگر شد. به نزدیکی انگلیا میروی. همه رو فراموش میکنی. با تعطیل نه، برای اشتراکی کنفرانس میروم. خیر چی؟ تماشا میکنی؟
кош ки ман ҳам иҷозат гирифта метавонистам. ҳамроҳ ба дитӯй меравем. ака чиро интизорем? биё равем, зиқ шудаме. ҷеренро интизорем. ҷеренро? бо чӣ кор дорем мо? як нақшаи олиҷанобе дорам. канигамзан, ман ҳам ҳайрон шудам. як коре мекунам ки тамоми мактаб ба ларза медарояд. шаб дар макон во мехӯрем. ман туро огоҳ кардам. намедонам ба кӣ гӯям. эй, ба пешат нигоҳ кун. худатро куштанӣ? мебахшед. محترم تهیه‌گر. من؟ مسخره میکنی؟ والله نمیدانم جرین. دویمو در دستت اسبابی نوارگیری میبینم. چند سال باز شناسیم اما نفهمیدم که یگان جای عجایباتش نیست. حالا من شاگردم. نوارهایی را که آماده میکنی با آنها ثبت آواز مانده میتوانی؟ نه اونقدر دشوار نیست. برنامه سبک دارم. با آن انجام میدیم. زوری. بشکن چی میگویم؟ شب کجا هستی؟ من؟ ها تو؟ چه حیران موندی؟ در کودکی دویمو یک جا بودیم وقتی خوش میگذرونیدیم. نمیدونم از روز اومدن با من اهمیت نمیدادی کو؟ این خطاگی بنده به عقلی بنده اکنون این کمبودی ها را اصلاح کرده شب وا میخوریم. از پدرم اجازت باید گیرم. اما که میلی اجازت میدید خواهی حل میکنم. فشار بیماری 206 را سنجیدید؟ وزنین است. هر ساعت سنجیده خبر دهید. شب جراحی میکنیم. البته خوب شده است. بیماری های اتاق 208 210 و 211 را نیز نظارت کنید و برای تناول کردن خوراک سه بدهید. مایلش دختر. دادا؟ یک لحظه دخترم. مایلش 2 ساعت پس من در بیمارخانه میشوم تا دیدن. خیر. یک خبر خوشی به تو دارم. در مسابقه فیلم‌های خرد اشتراک میکنم. آفرین دخترم، آفرین. ای خدایا. لبای چی؟ نه سوزاندارویش را سحر کرده بودم. 1 دقیقه خواهش میکنم. دخترم، با 1-2 رفیقم برای خوراک شام وعده داده بودم. کوشش میکنم که بر وقت در بیایم. اگر خواب بد نبرد صحبت خواهیم کرد. دادا یک چیز پرسم. نه التماس. 50 میلی لیتر زیاد تهلکه دارد. نگاه کنید، این خیلی ضرور است. تمام. شب با رفیقم بخورم ممکن؟ اول خونش را بینید و بعد در دیر نکنی، فهمو؟ شب باز 1 بار دیگر سنجید. بعد 1-2 ساعت می آیم. تا آمدن من یگان کار را سر نکنید. اوف. برای سر و پای دخترم 1 تایی دیگر زم شده. خدا ما را با آن روزها رساند. تهیه‌گر اگر فیلم خوب نشود احوالت بد می شود. اوف جله عصبیم. بازم این سناریو نیست. چی رو نوار میگیریم نمیدونم. مرد یگان چی می نویسد؟ آخر چی می نویسد؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. در حقیقت احوالت بد. پدرم در خانه نیست. تنها هم. همه میخوان که پدر و مادرش کردار نباشن، تو شکایت میکنی. جله دخترم بیا دسترخوان پرتا. انا شنیدی گپ رو؟ خیر زیخ نشم. مایلش من باید روم. تو پگو. تا دیدن. با سناریو مشغولی. خودت رو مجبور نکن. چیزی پیدا نمیشود. به اینم هیچی نمیابم.
البته نمیوبی. آخر از درس و کتاب جدا نمیشی. برای نوشتن سرگذشتی نداری. با مثل علف حیات به سر میبری. من علف نیستم. تنها درس تیار میکنم. در این ساعت کجا می روی؟ نزد رفیقانم می روم. خیر با من روی سفید. این کی آدم می شده باشد؟ بر وقت میام گفته بود چیکار کنم؟ مشتری دعوت شونده حضور ندارد. بعد از صدا خواهشتان را بگویید. و بیرون میبرایم. کدام وقت میام نمیدونم. یگان خواهش دیگر دارد. رسم‌ها را تازه کرد و فکر کرد که جزا داده است. حالا که من از آن رسم‌ها برزیاد دارم، هیچ نفهمید که باید با من سر و کار نباشد چرا هم رو حد میگیری ها؟ امشب لازم میشود. بخیر است. این قدر چشمت برا؟ جرین میآید، او را انتظارم. جرین؟ او چی کار دارد اینجا؟ خوبه که این گپی جرین کی برآمد؟ وخوری ها بیرون از مکتب بعد همش را میبینید. ترکشی بلندی میشنوید. اما لیکن با جرین چی علاقه‌مندی دارد؟ بله. جرین باز یگان فکری بد دارد البته. بچه ها شما را با زیباترین دختر مکتب شناس میکنم. جرین. سلام. 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 خب چی مینوشی؟ آبی میوه میخواهم. پیش خدمت. حاجت نبود. من خودم به خانه می اومدم. دیگر این رو نشنوم. تو بر این دختری زیبا رو در نیم شب تنها هرگز نمیمانم. مرا مسخره نکن. با خدا راست میگویم. در اصل امروز در مکتب فکر کردم میتوانیم وقتمون رو خوش گذرانیم، البته با رضاگی تو. چگونه رضاگی؟ چی؟ این ناممکن است. تنها یک شوخی میکنیم و خلاص لذت میبریم. گپ نمیشنویم. چرا گپ شنویم؟ برعکس خوششان میآید. همه وقت ما رو در حیرت میماند، ما هم باری او رو حیران کنیم. باز هر دویمون یک جای وقت میگذرانیم. حاضر تو رو در خانه مونده تنها به خانه رفتن هیچ دلم نمیخواهد. جرین؟ جرین دخترم، قوه تلفنم تمام شده است، دقت ندادم. جرین؟ 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 تو در خانه نبودی مگر؟ من شب به شما گفته بودم که با رفیقم وا میخورم. شبتون بخیر مکیملی. چی خیل شما؟ خوش آمدی برق. خوبم تشکر. تو چی خیلی؟ مادر چی خیلی؟ هممون خوبیم. چی خیلی که شما میدونید. برای برق کتابی لازم شده است، برای همین آمد. خب نباشد شما کارهایتان رو بینید، من هم کار دارم. حجتهایم را باید از نظر گذارم. حاضر میتوانیم ثبتای میخواستگیمون رو پیوست کنیم؟ ها میتوانیم. با همین برنامه میکنیم؟ لیکن من فکر میکنم کار خوب نکردیم. به تو غم نخور جرین. کمی شوخی میکنیم و خلاص. اگر نخواهی من رفتم. نه شد شین. سلام. سلام پینار. طلبه ها چی خیلند؟ شکر خوبند. با مسابقه سینماگران جوان تیاری میبینند. طلبه هست که این کار رو فهمد. جرین نام دختری هست که نوار برداری را بسیار دوست می‌دارد. انا خودش. جرین. لبای معلم. فیلم برداری در کدام حالت است؟ حاضر کار کرده استادیم. آنچه که به نوار گرفتید با ما نشان داده میتوانید؟ یک چند نوار دارم.
پینور سلام. تو آغاز درس یک قهوه نوشیم چی؟ مایلش معلم علی شما با ما همراه میشوید؟ من هم کمی وقت دارم با جان و دل. خیلی جرین در سیرفا میخوریم. مایلش معلم. سلام. صبح بخیر. سلام. معلم شاید همراه قهوه می نوشیم. تشکر. کمی سروسی ما هم. ها معلوم بود که بینشون کم چی هست. هر دویشون جوان و مجرد و بین شاگردان که چنین رفتار کردی البته در اینترنت پیدا میشوی. به همه عملهای معلمان روان کرده شده است. کی کرده باشد؟ سلام به همه. سلام ملک خانم. سلام علیکم. تشکر. تنجی است؟ به خدا از شما رنجیده معلم. آدم اول به همکارانش خبر میدهد. چرا خبر دهم؟ نیکو رو معلمان نصیب باشد توی کی می شود؟ کدام نیکو؟ شما چه ها میگویید؟ هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. خدای توبه. همش دروغ است. به خدا قسم دروغ است. معلم از لندن یگون چیز بیارم. تشکر. صحت سلامت آمدنتون برایمون بسنده است. برمیگردم انشالله. معلم ملک، معلم چرا گریه میکنید؟ معلم علی بسیار چیزی بد روی داد. برای این رسواگی چی میگوید؟ در اصل حاجت به چیزی گفتن نیست. ثبتا همه چیز رو ایفاده میکنند. شرمنده. آنچه که دیده حقیقت ندارد. با نیت بد آماده شده است و قصداً نوارها رو یک کردن. شوخی بیمانی. رو بر رویتان کودک نیست. به این ماجرا شما سبب شده اید. دخترم را بازی چه گردانده. جناب مدیر گفتم که همه این نوارها ساخته بر دروغ است. چرا شما؟ چرا دیگران محض شما؟ سبب همه این نوارها رفتارهای خود شما است. در جایی که آتش نیست آنجا دود هم نیست. بس است پدر. شما میفهمید چی ها میگویید؟ جناب مدیر شما که خود رو در تربیه نسل بخشیده اید نباید چون این حرف زنید. من نیز در فکر تربیه شاگردانم. مقصدم آنها را برای راست هدایت کردن است. این معلوم و از کسی چیزی را پنهان نکردم. معلم علی بابا بوده است. نفهمیده شما زمین رو نگاه میکند اما قلب میسوزاند. معلم علی کتابی عشقی نویسد. بچه ها معلم اومد. بچه ها آرامی. شما چی کار کردید؟ از کاری کرده اتون ذوق میبرید. مسخره میکنید. خیلی خنده آور بود. خرسندید اکنون. شاید برایتان خنده آور باشد و شما هم مسخره بازی کنید. لیکن نمیدونید که شما معلمه را در حالات ناگوار گذاشتید. از چشمان معلمه اشک غم میریخت. یگان ذره وجدان ندارید. آداب و اخلاق نیز ندارید. لیکن فکر نکنید که برای این کارتون جزا نمیگیرید. شما را برای جزا دادن و مدیر من عرض نمی کنم.
از همه جزای سخت برای انسان این شرمنده کردن است. شرمندگی برای انسان ها ننگ است و داغ میماند. اما بدانید که من میفهمم و میدانم که این صبر را کی کرده است. میبخشید معلم جان. اکنون دیدی؟ چند مراتب گفتم که از اینها دور باش. نگفتم که از فایده ضررشان زیاد. پدر، معلم علی گناه ندارند. حالا هم او را دفاع میکنی؟ نباشد هر دو یک جای رزیلیتان را تازه کنید؟ تو دختری منی، لیکن اینجا من سردارت هستم و به هر یک به ترتیبی اجازت نمیدیم. فهمیدی؟ پدر، چاره های ضروری برایتان دیده می شود. دیده می شود؟ دیدن گیرید پدر. اختیارتان بیگناه بودنم را میدانید و باز جزا دادنی هستید. محض چنین رفتار را از شما من انتظار بودم. نرگس لبای معلم جریم بسیم فهمد؟ نه معلم، زنگ میزنیم اما جواب نمیدهد. مایلش تشکر نرگس. خدای بدش کرد. یاسمین تو مرا نزد او میبری. سلام، کمی صحبت کنیم. خواهش میکنم اینقدر شما غم مخورید. چه خیلی غم نخورم. آخر اینقدر ما رو ناحق تهمت کردند. معلمه، هم شما و هم من میدونم که همه این گپ‌ها دروغند. اما ما چقدری که نگوییم مردم خواستش رو باور میکنند. با عزت نفسم رسیدند معلم. معلمه ملک، بفهمیش شما سخنهایی که از دهان دو سه طلبه و دو سه معلم برایت عزت نفس همین است؟ اگر شما امشب خودتون رو بیگناه دانسته سرتون رو به بالشت مانید، به حضور خوابتون میبرد. دیگر همه سخنهای بیهوده است. درست معلم. لطفاً راه افتاده نشوید. مایلش. سلام. سلام علیکم. میخواستم دکتر میلی رو ببینم لیکن در اون طرف. تشکر. آقای میلی. لبای. سلام، چی حال دارید؟
رحمت از شما پرسیم. من معلم جرین علی شناس شده بودیم. به خاطرم آمد. بخیر است یا اینکه با جری یگان چی رخ داد؟ نه جرین خوب است، اما میخواستم با شما صحبت کنم. معلم دیگر روز صحبت کنیم چی؟ زیرا بیمارها انتظارند. آقای ملک تنها 5 دقیقه آیدی دخترتون. معلم درس های دخترم خوب است و باز میگوید که یگان کمبودی نیست. یگان موضوع است که باعث نگرانی است. با اجازت شما بیمارها را باید بینم. آنجا مرا منتظرند. معلوم میشه درباره دخترتون فکر نمیکنید. من و خواهرم هنوز کودک بودیم. پینور با تو چی شد؟ چه شد؟ چرا شد؟ پلیس سرکان به پلیس زنگ زد. پینور آروم شد. الان ما شما را در خانه انتظاریم، زودتر بیاید، خواهش میکنم. خدا شکر. ما انتظارتون بودیم. کمتر 5 نفری به تیریزه خانه دخترم تیر پراند. این را از میان شیشه پاره ها یافتیم. کمانی مخصوص استفاده کرده است. همه کوچه ها را کوبید. درآمد و برآمد را محکم کنید. تو خودش چی گپ کمیسر؟ دیوانه‌ای که دخترتان را دزدیده بود از بیمارخانه گریخته است. او را در این مکان‌ها دیدند. از این خاطر شما را آگاه میکنیم. خدایا معلم امروز درس نداریم؟ نه برای دیدن جرین آمدم. نه اومد معلم. یک زنگ زده فهمید در کجا باشد؟ معلم سر دخترها زنگ زدن جواب نداد. خیر بچه ها نقص خوانید. خیر معلم. همش عیب تو شد. جرین چی شد با تو؟ تو این کارو مخصوص کردی. نخواد که نفهمی. با همش تو گناهگاری. همش تو گناهگاری. نفهمی تو گناهگاری. همش عیب تو شد. با من دروغ گفتی. فریبگر. داد نزن دختر. معلم علی و ملک رو در پیش همه شرمنده کردم. از دست تو به این حال آمدن. ای وای داد تو چی اینقدر ترسویی؟ از پشا فیلم میسازی؟ حالا من رو فریب کردنی. این خیلی شوخی میشود. من بر روی اونها چی خیلی نگاه میکنم. اگر پرسن چی کار کردی چی میگویم؟ بسیار واهمه نکن. هیچ گم نشده است. کاری گم نکردیم که. تنها شوخی. شب به مکان میایی و مصلحت میکنیم. میایم مهم اون که خطاهایمون رو اصلاح کنیم. شد خود رو به دست گیر. زن دادا میشنوی؟ میشنوم. گپ زن تو. زن آخر زن این تو برا. در مکتب بسیار کاری بد شد. من گناهگارم. نگاه کن این حالت است که از دست دیهی. شرم میکنم. 2 روز است که به مکتب نمیروم. چی؟ میگویم که 2 روز است که به مکتب نمیروم. جرین گوش کن. این آدم 1-2 سال نگذشته فوتبال بازی بهترین خواهد شد. دادم گفته بود میگویی. من برای کتاب نزد رفیقم میروم. نیم ساعت پس برمیگردم.
دیر نکن دخترم، فهمیدی؟ گویا که در کنم میفهمیده باشد. زن سلام جیران، چی حال داری؟ برق را میکوبم لیکن برق امروز نیست، نمیآید. باز دروغ گفت. بیا شین، برق نباشد ما هستیم. نه رحمت، بین هم دیر شد میروم. چی تو را یگان کسی انتظار است؟ نه کسی انتظار نیست. این خیل باشد بیا خیر. پیش خدمت، نوشاکی بیاره؟ من ننوشم چی؟ ننوشی سر چرخ نمیزند. سر که چرخ نزد راحت نمیکنی. مرحمت. تشکر. تشکر. بخیر است؟ غمگین می نمویی؟ در مکتب کمی کمبودی دارم. باز دادم. بخیر باشد. انا من هم ضعیف شدم. هر چیز رو فکر کردن گیری طبعت خوش نمی شود. راست میگویی، لیکن چیکار کنم؟ باید فراموش کنی دخترم. قسم میخورم که درد دیوانه میکنم. یک دورو دارم، یک تاش رو میخوری همه رو فراموش میسازی. چی خیل مودهی نشور؟ نه، چی خیل مودهی نشور. با این خیل چیزها سر و کار نداریم. این تنها دورو است. خواهی سنج. همه رو فراموش میکنی، لیکن این لحظه رو فراموش نمیکنی. چونان خرسند میشوی که گیروخی درست. معلم علی؟ بیا با من. خودش چیگه برادر؟ چی کار میکنی دختر رو؟ کی هستی تو؟ برخواهش کرد. نه نگفتم. مجبور شدم که کنم. برق؟ باز او. افسوس. محکمه به او درس نشد. نخواد انسان اینقدر بدکردار باشد. حیرانم. مرا ببخشید معلم. ندانستم که کار تا این درجه میرسد. گریه نکن. یک خطا کردی، پشیمان شدی. وجدانت عذاب داد و بخشش پرسیدی. عذرت رو چون وعده قبول دارم. معلش. وعده ده که از معلم ملیک هم عذر میخواهی. وعده میدهم. آفرین. حاضر راست به خانه نزد پدرت برو. اطمینان دارم که او نگران توست. من فکرتان نیستم. چون که پدرم با کار خودش آور است. من بکسم. اگر خواهی غمت را به من بگو. سبک میشوی. اگر خاطر نشوید او را ساق سلامت به خانه‌اش میرسونم. التماس مرا درست فهمید. فکر کنید که کاری خیر میکنید. طلبه هم راه را به شما میگوید. شب بخیر جیرین. پروا نکن، همش خوب میشود. معلش معلم. تشکر به شما. راه سفید به شما. تشکر. سلام علیکم. دکتر میلی را دیدن میخواهم. جناب میلی امروز نوبت نیست. خب یک مسئله مهم است. لطفاً زنگ زنید. در کدام خصوص؟ بسیار تعجیلی است. بابت یک بیمارش زود خبر دهید. معلم، من ساق سلامت به خونه رسیدم. دادم باز در خونه نیستن. به شما گفته بودم که یگام چیز دیگر نمی شود. صبر کن
این خورسندی هاست. طاقت کن. افسوس کارم هست. بیماری تاجیلی هست گفتید کنی بیمار در اتاق کاریتون دکتر. بسیار تاجیلی. ببخشید آقای میلی، برای با شما صحبت کردن تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. لیکن این نادرست است. دروغ گفتید. بیماری وزنین است گفتم مرا فریب کردید. مرا به اینجا. این وضعیت مثل بیماری وزنین است. اگر به دخترتان اعتبار ندهید از بیمارهای وزنین هم وزنین تر میگردد. اینها جیرین؟ توبه خدایا. آقای میلی، جیرین به پرستاری مانده است، تنهاست. احتیاج به نفری دارد که با او درد دل بکند، یعنی با شما، با پدرش. دقت ندادم. این را تماشا کنید، مخصوص برای شما تیار کرده است. دختر جان. دختر جانم، او شما را دوست می دارد و از شما نیز کمی محبت می خواهد. خوب می شد محبت را برایش دریغ نمی داشتید. راست می گوید آقای علی. دخترم را من چگونه این خیل کور شدم خدایا. از من بسیار خفه شده است. غمگین نشوید، او برای عفو شما آماده است. حاضر در کجاست نمیدونید؟ او در خانه انتظار شماست. معلم تشکر به شما. دخترم را باز به من برگرداندید. چرا این خیل شد؟ چه گناه داشتیم؟ جیرین دخترم. دادا خطا کردم دخترم، ندیدم. ببخش مرا، اگر توانی ببخش. جیرین یگان چیزی بخشیدنی نیست. فقط گفته هایم رو گوش کنه بس. وعده میدیم بعدی وفات مادرت پریشان شدم. از دست دادنی مادرت کم بود که باز قریب تو رو از دست میدادم. ببخش دختر. امروز من چیزی مهم رو از خود کردم. حیات پر از امتحان است. حیات پستی بلندی دارد دادا جان. ما هر دو از هودهش بر اومدیم. باور دارم که مادرم ما را از بالا نگاه دارد. او بچه تو کی رو اینجا انتظاری؟ خواهرم رو انتظارم اینجا میخوامد. کنی شناسنامه رو با من دی؟ حالش روز بخیر. آب آوردم. عثمان نیست؟ عثمان بیمار است. من به جایش کار میکنم. مایلش گذارید.
بچه‌های همین کوچه هم میشناسم. خواهرش هم اینجا میخونم. با شما گفتم کو. خاطر نشوید کمیسر. اینها از من پرسیده میگذارند. چند سال است که دربانم. باور کنید حتی پرنده به اجازت نمیگذارد. تشکر به شما. من حاضر میمونم. مالش رفتیم. اوه همین که آب گفتم زود دویده آوردید. عثمان کجا شد بچه؟ عثمان بیمار شد. من به جایش برآمدم. البته کسل می شود. گفتم که آبها رو با تنه عرق‌آلود نکش. کمی دم گیر می گفتم. یک چای نوش می گفتم. بچم تو آدمی بد می نمویی. آب رو در نیمه راه کی می موند؟ مثل هر وقته بوده در جایش موند. بردار کنی تست بخیر است. در حقیقت شکر که گذشت. ترسیدم. دستکا درد رو نبیند. با عثمان سلام گوی. چایلی موندار نوشد گوی. مایلش؟ غصه نخورید. همش پسی سر شد. اینش که باشد. آی جوان اینجا چرا تماشا میکنی؟ هیچ چیز. من آب آوردم. آب آوردی خوب کردی. رو از اینجا مکتب. رو از اینجا زود رو. چه دیوانه برین بلیگری. شهری بی دروازه. همه را دیوانه ها ضبط کردن. معلم ها هم دیوانه، طلبه هم دیوانه، آبیار هم دیوانه. های آفرین به تو. امروز بسیار خوب تازه کردیم. آفرین به تو. تو نباشی من چی کار میکنم؟ خودم ها هم دیوانه. همین خیلی تازه کار کردیم که من هم میخواستم که پلیس شوم لیکن قسمت نبوده است. السلام علیکم ماماکی محمد. توبه. کمتر پیشتر رفیقت آب آورده بود. خیلی رفیق. در اینجا تنها من آب میورم. کمتر پیش سپارش دادم. من آوردم. وای گفت که تو بیمار شده ای؟ چه خیلی بیمار امک. ببینید که چه خیلی کار میکنم. سرم رو گرنگ نکنید امک. نباشد پیش از این آب را کی بود؟ از این در هیچ کس رو برآمدن نمان. شکر که مادر برادرم در خونه بود. پینار ایستا. حالا ایستا. کجا میگریزی؟ ایستا پلیس. در شو. زودتر کشو. راه شاید. ایست گفتم. راه را کشاید یک طرف. ایستا. راه را کشاید. از دست داده و دیگرها باید خبر داد. کجا شد وی؟ اکنون وی را از کجا یابیم؟ باورم نمی آید. با کدام جسارت
پلیس محافظ اینقدر خلق نمیترسن. خدایا آرام باش پینار. پلیس در همه جا او را میابند به خدا میابند. تا او را دستگیر نکنند به من راحت نیست. ای خدا. رفتیم دستوریت رو شوی به خود می آوری. از گذشته پینور هیچ خلاصی نداریم. چقدر که زحمت کشیم گذشتهش باقی میمونه. شاید حل مسئله به یاد آوردن گذشتهش است. فکر نمی کنم معلم. در اصل آید این موضوع شما رو هم عیبدار میدونم. مرا؟ بله. همه وقت به او آید ایام کودکیش سوال میدید که این سوالها درد او رو تازه میکنند، او رو ناراحت میسازند. به این هم زخمی روی پوش نشدهش باز روشن‌تر میشود. من ببخشید بابت این مسئله باری هم فکر نکردم. ما هم زحمت میکشیم معلم. برای فراموشی گذشته همه راه‌ها رو سنجیده ایستاده ایم تا اینکه یاد یتیم خانه رو نکند. حتی پای دستش رو تازه کردیم. پای؟ کدام پای؟ پای زخمی که در یتیم خانه مونده بود. گلشاه استاد جمال، او شاید خواهری من است. هم دلیلش هست و هم قلباً حس میکنم. اطمینان ندارم ولی حس میکنم. آرام باش علی، آرام باش. هیجانی از حد زیاد نیست. عقل را تیره میگرداند. حیرانم استاد. یک حالتی است که نمیدونم چیکار کنم. با پینور گپ میزنی. معلوم است که او هم در حسرتی برادر است. آخر به فکرم فرصت را از دست دادن لازم نیست. من باوری دارم وی گفته هایت را قبول میکند. راست میگوید استاد جمال. وقتی که با پینار صحبت کنم به سوالهایم جواب میگیرم. فکر میکنم او خاطره های زیادی دارد. ایام کودکی با هم بازی پینان شوکان را میکردیم. او میگریخت و من میدویدم. بعضا چنان میدوید که باری خواهرکم سخت افتید و از کف دستش خون جاری شد. خونی زیاد میآمد و بسیار میگریست. چه شد؟ باری خواهرکم سخت افتید از دستش خون جاری میشد. اینجا من انتخاب کردم برای کارهایم تیز می‌آید. بسیار خوب. خوش؟ خوب. خاطره من رو هم گوش می‌کنی؟ بله خیلی خوب. ایام کودکی من، خاطره های من. از روز اولی دیدار یک حسیات در دلم پیدا شده بود، بیهوده نبود. معلم علی، استادی من، راهبری من، برادرم. اوچه هوشت رو در سرت گیر. این خانه، شرکت، زمین، حسابا در بانک، همش به نام پینور. اگر خواهد پگام رو از در بیرون میکند. این وصیتی بابایت. این رو در جیبت نگاه دارو. هر سحرت رو با خواندن این آغاز کن. در وصیت چنین میگوید به پینار حادثه رخ دهد میراث به وقف داده شود. یعنی ما کفی دستمون رو میرسیم. این چی گپ؟ این دختر برادرهای گم شدهش رو پیدا کرده میراث بابایم رو نوش جان کنم. من هیچگاه راضی نمیشوم. باوریم نمیآید. برادری از پینار پیدا شود تو رو نابود میسازم. زنده نمیمونم. عقل داشته باشد.
ақл дошта бошанд аз Пинор дур истанд. ҳеҷ вақт бародарони Пинор зиндагӣ намекунанд. рӯзе ки пайдо мешаванд, ҳамон рӯз нест. مالی با شما باید صحبت کنم پینور. این مراتب جدی کشاد روشن. ما باید گپ زنیم درباره همه چیز. من سال هاست که خواهری گم شده هم را میکابم. خوش سخن را دراز نمی کنم. شاید ما برادر و خواهر باشیم. ایزی دستتان بوده، رفتارتان، تبسمتان، همه فعلتان خواهرم را به خاطر می رساند. به یاد دارید دستتان چگونه زخمی شد؟ به یاد آوردید؟ چی شد؟ پینار، مرا گوش میکنید شما؟ برادران پینور زندگی نمیکنند. روزی که پیدا میشود همون روز نیست. مرا گوش میکنید شما؟ پینور، من در خانه با کار بازی کردن نخواست دستم رو بریدم. راست میگوید؟ بله معلم علی، من با شما برادر و خواهر بوده نمیتوانیم. شما رو با دقت گوش کردم. پدرمون حتی جای تولدمون فرق میکند. التجا دارم از شما، بیایید در این موضوع دیگر گپ نزنیم. جدی میگویید؟ ببخشید، در این موضوع سخن گفتن برایم مشکل است. گریه نکنید پینار. از یک پدر و مادر هم نباشیم مرا چون برادر دانید. شما نیز خواهرم هستید. تشکر معلم علی. میدونید هوا هم سرد شد. رفتیم. تیز به من زنگ زن. الکه یادت کردم. زود برمیگردم، خواطر نشو. خیر دخترم، سپارش های دادرم رو از لندن فراموش نکن. مایلش همه رو نوشتم، فراموش نمی کنم. دخترم نغز رفته بیم. شد خاموش استید، خلال نرسانید. معلم شما با اینها دقت ندهید، من شما رو گوش میکنم. سابا حاضر ای این رو کی پرتوفت دیوانه ها. هواپیما افتیده است. هواپیمای لندن افتیده است. هواپیمای لندن؟ حاضر در رادیو گفتند. خبری روز. شنونده‌های محترم، با توجه شما خبرهای آخرین. هواپیمایی که با 358 نفر مسافر از استانبول به لندن پرواز می‌کرد، بعد 5 دقیقه پرواز به فلاکت دچار شد.
طبق خبرهای رسیده گروه یاری رسان به جای حادثه رسیدند. متاسفانه کسی نجات نیافته است. به ما معلومات رسیده است که یگان نفر مسافران جان به سلامت معلم آسان در هواپیما 127 مسافر و 14 هیئت بوده است که کسی نجات نیافته است. طبق خبر دیگر نفری به هواپیما سوار نشده است. این مسافر پینار اکچن بوده است. تکرار میکنم، مسافری سوار نشده پینار اکچن بوده است. شنونده های محترم، این بود خبری روز. خیریت که سوار نشده است. خدا را شکر. یاسمین حاضر بسیار میخواست اینجا باشد. تو که مردی او زنده میشود.